مبارک رمضان هم خیلی نزدیک شده. برای استقبال از ماه مبارک رمضان انشاءالله الرحمن آماده باشید. دلها رو از نفرت ها، از دشمنی ها، از کدورت ها ما خالی کنیم. ماه رمضان عزیزان من همه این مؤمنان مورد عفو و بخشش قرار میگیرن، مگر اون انسان هایی که در دلهای خودشون کینه دارن، دشمنی دارن، نفرت دارن نسبت به یک مسلمانی، اونهایی که قطع رحم کردن، اونهایی که بلا تشبیه شما معتاد به شرابند، اونهایی که پدر و مادر رو نافرمانی کردن، اینها بخشیده نمیشن. لذا قبل از ماه مبارک رمضان انشاءالله به جای قطع رحم ما صله رحم کنیم. این دلها رو از بغض و کینه و نفرت و دشمنی پاک بگردانیم. در دلهای خودمون محبت مؤمنین رو بیاریم، محبت خواهران و برادران، خویشاوندان ما، همسایگان ما، و در دل ما نسبت به هیچ مسلمانی انشاءالله الرحمن کدر نباشد، نسبت به هیچ مسلمانی در قلب با نفرت و دشمنی نباشد. الله رب العالمین به همه ما توفیق عمل نصیب بفرماید.